تا حالا شده اینقدر با یه نفر خوب باشی و براش مایه بذاری که در نهایت از دستش بدی؟ چند ثانیه به این سوال فکر کن. جواب نده. فقط بذار تو ذهنت بشینه. چون چیزی که الان قراره بشنوی ممکنه یکم اذیتت کنه. ولی دقیقاً همون چیزیه که الان بهش نیاز داری. یه تله‌ای هست که میلیون‌ها آدم هر روز توش میافتن. تله‌ای که هیچ کس بهمون یاد نداده ازش دوری کنیم. تازه تو فیلم‌های عاشقانه به عنوان یه ویژگی خیلی مثبت و رمانتیک نشونش میدن. جامعه و اطرافیانمون هم همیشه گفتن کار درست همینه. اما این تله مثل یه سم کند هر رابطه ای رو از پا در میاره. اسم این تله آویزون بودن یا نیازمندی بیش از حده و خیلی ها اصلاً نمیدونن که توش گیر افتادن. آخرین باری که واقعاً از یه نفر خوشت اومد رو یادت بیار. همون کسی که تا چشم باز میکردی اولین چیزی بود که میومد تو ذهنت. چی کار کردی؟ احتمالاً تو چند ثانیه جواب پیامهاش رو میدادی. کل برنامه‌های زندگیت رو جابجا میکردی تا فقط بتونی ببینیش. حتی وقتی حق باهاش نبود، باهاش موافقت میکردی. دنبال هر بهانه‌ای بودی که کنارش باشی و از ته دلت باور داشتی که داری کار درستی میکنی. فکر میکردی این همه توجه، این همه در دسترس بودن و فداکاری بالاخره جواب میده. ولی نداد. و دقیقاً همه چیز از همین جا شروع میشه. ببین، روانشناسی انسان یه منطق بیرحم داره که اصلاً کاری به نیت خوب تو نداره. براش مهم نیست چقدر تلاش کردی یا چند ساعت به اون آدم فکر کردی. اون چیزی که مغز طرف مقابلت پردازش میکنه و در نهایت تبدیلش میکنه به جذابیت یا بی‌تفاوتی، یه چیز کاملاً متفاوته. وقتی این مکانیزم رو درک کنی، وقتی واقعاً ببینی چطور کار میکنه، برمیگردی به گذشتت نگاه میکنی و تازه میفهمی چرا رابطه هات اونطوری که میخواستی پیش نرفت. یه فیلسوف قرن 15 هست به اسم نیکولو ماکیاولی. شاید بگی این آدم که تو کار سیاست بوده چه ربطی به عشق و رابطه داره؟ اتفاقاً حرفی که اون درباره ذات انسان، ترس، احترام و میل به کنترل زد، امروز داره تو میلیون‌ها چت، قرار آشنایی و رابطه هایی که یهو سرد میشن تکرار میشه بدون اینکه کسی بفهمه چرا. ماکیاولی میگفت آدم هایی که همش التماس میکنن و بیش از حد باج میدن همیشه نابود میشن. اون داشت درباره سیاست حرف میزد، ولی تو جذب کردن آدم ها هم اصل داستان دقیقاً همینه. به این فکر کن، وقتی یه نفر بدون اینکه ازش بخوای، بدون اینکه براش تلاشی کرده باشی، همه چیزش رو میریزه به پات، چه حسی بهت دست میده؟ شاید حس قدردانی، شاید حس راحتی، ولی خیلی کم پیش میاد که حس تحسین کنی. خیلی کم پیش میاد اون احترام عمیقی رو براش قائل بشی که باعث شه یه جایگاه خاص تو ذهنت پیدا کنه. ارزش انسان‌ها هم دقیقاً مثل ارزش اقتصاد کار میکنه. شاید گفتنش تلخ باشه، اما مغز ما فرقی بین این دوتا قائل نمیشه. چیزی که کمیابه با ارزشه، چیزی که فراوونه بی ارزش و دورانداختنیه. وقتی یه آدم همیشه هست، همیشه قابل پیشبینیه و همیشه کوتاه میاد، حضورش دیگه معنی خاصی نداره. نه اینکه آدم بدی باشه یا لیاقت محبت نداشته باشه، نه. فقط مغز طرف مقابل ناخودآگاه اینطوری کدگذاری میکنه که این آدم کار بهتری تو زندگیش نداره، وقتش ارزشی نداره و بودنش کنار من یه انتخاب نیست، بلکه از روی نیازه. و یادت باشه، نیازمندی بیش از حد تا حالا تو ذهن هیچ انسانی باعث ایجاد احترام نشده. من اینا رو از خودم در نمیارم. 10 سال تحقیق تو روانشناسی تکاملی همینو میگه. رابرت چالدینی که یکی از بزرگترین روانشناسای قرن 20، سالها رفتار آدمها رو مطالعه کرد و فهمید یکی از قوی‌ترین محرک‌های مغز ما اصل کمیابیه. مغز ما جوری طراحی شده که برای چیزی ارزش قائل میشه که به دست آوردنش سخت باشه. این یه نقطه ضعف نیست.
این یه مکانیزم بقاست که صدها هزار سال تو سیستم عصبی ما هک شده. اما یه چیزی فراتر از کمیابی هست که خیلی ها اصلاً درکش نمی کنن. مشکل اصلی آدمی که بیش از حد راضی نگهت می داره این نیست که زیادی در دسترسه. مشکل اصلی اینه که اون یه چیز خیلی مهم رو فدا کرده. چیزی که وقتی از بین بره با هیچ محبت و توجهی جبران نمیشه. اونقدر آروم و یواش این چیز رو فدا کرده که خودش هم متوجه نشده. و اون چیز چیه؟ هویت خودش. ماکیاولی یه مفهومی داره به اسم فضیلت. منظورم اخلاقیات و مهربونی نیست. منظورم قدرت شخصیته. یعنی یه حضوری داشته باشی که برای بودنش از کسی اجازه نمیگیره. آدمی که این قدرت رو داره برای خودش مسیر داره، هدف داره. یه چیزی تو زندگیش هست که فارغ از هر رابطه‌ای بهش معنی میده. و جالب اینجاست که دقیقاً همین ویژگیه که اون آدم رو به شدت جذاب و مغناطیسی میکنه. حالا میرسیم به اون قسمتی که هیچ کس دوست نداره بشنوه. وقتی یه نفر پارتنرش رو مرکز مطلق دنیای خودش میکنه، در واقع بهش عشق نمیده. داره یه بار سنگین رو میندازه روی دوشش که اون آدم هیچ وقت ازش نخواسته. این که تو تنها دلیل زندگی و خوشحالی یه نفر دیگه باشی، یه فشار خرد کننده است. و مغز انسان که استاد تشخیص دادن ضعف و قدرته، اینو تو همون ثانیه‌های اول میفهمه. اینو به عنوان یه حرکت رمانتیک نمیبینه، بلکه به عنوان یه زنگ خطر میبینه. جذابیت واقعی، همونی که تو گذر زمان زنده میمونه، همون شیمی عجیبی که هممون یه بار حسش کردیم، از احترام میاد. و احترام از یه جای خیلی مشخص میاد. از آدمی که میدونه کیه، میدونه چی میخواد و حاضر نیست سر اینا با هیچ کس معامله کنه. این اصلاً به معنی بیرحم بودن یا سرد بودن نیست. معنیش یه چیز خیلی عمیق‌تر و سخت‌تره. یعنی داشتن مرزهای واقعی. نه اون خط قرمزهایی که فقط به زبون میاریم و تا یکم فشار میاد ولشون میکنیم. مرزهایی که نشون دهنده خود واقعی تو و ارزشات هستن. وقتی یه نفر از خط قرمزت رد میشه و تو هیچ چی نمیگی، داره درباره تو چی یاد میگیره؟ یاد میگیره که خط قرمزهای تو زیاد اهمیت ندارن. یاد میگیره که راحتی تو نسبت به راحتی اون تو اولویت دومه. نه اینکه لزوماً آدم بدی باشه. طبیعت یادگیری انسان اینطوریه. ما به عواقب کارامون واکنش نشون میدیم و وقتی هیچ عواقبی در کار نباشه، اون رفتار بد تکرار میشه و حتی بدتر هم میشه. ماکیاولی برای توصیف یه انسان قدرتمند میگفت باید هم شیر باشی هم روباه. شیری که از گرگ‌ها نمیترسه و نمیشه اونو به این ور اون ور کشوند و روباهی که تو تله نمیفته و قبل از عمل فکر میکنه. تو دنیای رابطه ها معنیش خیلی شفافه. یعنی یه آدم از لحاظ احساسی بالغ وقتی چیزی ناراحتش میکنه واکنش آنی و هیجانی نشون نمیده. ساعت 2 نصف شب پیام‌های پر از استرس نمیفرسته. صحنه سازی نمیکنه. التماس نمیکنه. اما از اون طرف از ترس دعوا کردن هم سکوت بیجا نمیکنه. میدونه کی باید عمل کنه و چطوری عمل کنه. احساساتشو کنترل میکنه تا اونا براش تصمیم نگیرن. بذار یه چیزی رو روشن کنم. استقلال عاطفی شاید بدفهمیده ترین مفهوم دنیا باشه. خیلی ها فکر میکنن یعنی هیچ حسی نداشته باشی و یه سپر سنگی دور خودت بکشی. این استقلال نیست. این یه جور فراره و دقیقاً به همون اندازه آویزون بودن مخربه. استقلال عاطفی واقعی یعنی تو بتونی عمیقاً حس کنی ولی نذاری اون احساسات برای رفتارت تصمیم بگیرن. یعنی بتونی یه نفر رو از ته دل دوست داشته باشی بدون اینکه بشی گروگان تصمیماتش. یعنی حال خوب تو به تایید مداوم یه نفر دیگه وابسته نباشه. یعنی اگه فردا این رابطه تموم شد تو هنوز یه زندگی با ارزش برای خودت داشته باشی. هدفی که صبحها از تخت بکشتت بیرون و هویتی که با بودن یا نبودن یه نفر دیگه تعریف نشه.
خوب گوش کن. جذابیت با ادا اسود و کارهای نمایشی نگه داشته نمیشه. با حضور حفظ میشه. با انرژی آدمی که یه جایی هست چون خودش میخواد اونجا باشه، نه چون نیازه که اونجا باشه. بین این دوتا یه دنیا فرقه و مغز انسان بدون هیچ تلاشی این فرق رو میفهمه. دانشگاه روچستر یه تحقیق خیلی جالب روی زوجها انجام داد. فهمیدن رابطه هایی که تو دراز مدت موفقن اونایی نیستن که فقط زیاد با هم حرف میزنن. اونایی هستن که صادقانه ترین ارتباط رو دارن. جایی که دو طرف اینقدر احساس امنیت میکنن که حرف دلشون رو بزنن، حتی اگه به شدت تلخ و معذب کننده باشه. و این صداقت مطلق فقط یه چیز میخواد: بی تفاوتی نسبت به طرد شدن. یعنی بتونی حرفتو بزنی و بپذیری که شاید طرف خوشش نیاد بدون اینکه این موضوع نابودت کنه. فقط کسی میتونه این کار رو بکنه که برای کامل بودن نیازی به تایید دیگری نداشته باشه. حالا میرسیم به یه جای سخت. چی میشه اگه اونی که بیشترین ضربه رو به رابطه هات زده هیچ کدوم از پارتنرهات نبوده باشن؟ چی میشه اگه اون آدم خودت باشی؟ نه به خاطر اینکه آدم بدی هستی یا نقص داری، بلکه چون هیچ کس بهت یاد نداده داشتن یه حضور واقعی یعنی چی؟ ما با فیلم ها و آهنگ ها یاد گرفتیم که خودت رو کامل فدا کن، طرف رو بذار اولویت اول و عشق جواب این فداکاری تو میده. این پیام خیلی قشنگیه ولی به شدت آسیب زننده است. آدمی که از روی ترس از دست دادن محبت میکنه همیشه زیاد محبت میکنه و همیشه کم محبت میبینه. اما آدمی که از روی قدرت محبت میکنه طبیعتاً تعادل رو حفظ میکنه و فضایی میسازه که طرف مقابل هم دلش میخواد جبران کنه. توی یه رابطه سالم آدم‌ها دنبال کسی نیستن که کنترلشون کنه. اونا دنبال کسی هستن که بتونن بهش تکیه کنن. و تکیه کردن یعنی اون آدم اینقدر ثبات داره که کنارش بودن حس دیوار محکم رو میده. جایی که میشه توش رشد کرد، نه جایی که باید دائما استرس و اضطراب یه نفر دیگر رو مدیریت کرد. همه این حرفها میرسه به یه نقطه، سخت ترین نقطه. برای تبدیل شدن به همچین آدمی کار از توی رابطه شروع نمیشه. خیلی قبل‌تر از رابطه با خودت شروع میشه. آیا میتونی با خودت تنها باشی بدون اینکه حس تنهایی خفت کنه؟ آیا اهدافی داری که برات مهم باشن، چه یه نفر نگات کنه چه نکنه؟ آیا برای وقتت ارزش قائلی یا تا یکی ازت چیزی میخواد همه ی زندگیت رو فدا میکنی؟ هویت چیزی نیست که فقط به زبون بیاری. با کارهای کوچیکت تو گذر زمان ساخته میشه. هر بار که میخواستی بگی نه ولی گفتی آره، هر بار که خودت رو کوچیک کردی تا کسی ناراحت نشه، داری به مغزت میگی که من ارزش احترام ندارم. مغز هم همینو یاد میگیره. اما برعکسش هم هست. هر بار که رو خط قرمزت میایستی، هر بار که خودتو تو اولویت میذاری، داری آدمی رو میسازی که برای جلب توجه التماس نمیکنه. آدمی که با قدرت وارد رابطه میشه، نه از روی کم بود. وقتی به این نقطه برسی، نه تنها نگاه بقیه بهت عوض میشه، نگاه خودت هم به خودت تغییر میکنه. این یه ترفند روانشناسی یا یه بازی قدرت نیست. این فقط نتیجه طبیعی بودن یه آدم واقعیه. کسی که میدونه کیه، از خودش بودن نمیترسه و میدونه بزرگترین جذابیتی که میتونه بسازه از کارهایی که برای بقیه میکنه نمیاد، بلکه از اون چیزی میاد که برای خودش هست. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی، یعنی همین الانش هم داری یه کار متفاوت میکنی. به جای فرار کردن از یه حقیقت تلخ، نشستی و بهش فکر کردی. و این شروع تمام تغییرات بزرگه. اگه تا آخر ویدیو رو دیدی، تو کامنت ها برام بنویس تا آخرش بودم و من شخصاً بهت جواب میدم. اگه این حرف ها به دلت نشست، سابسکرایب کن تا به جمعمون بپیوندی و لایک هم یادت نره.